آنباکس دستگاه دیجی پلیبل از شرکت گیگ ویو. سلام دوستان، محمد هستم از کانال یوتیوب آلیژنال. با من همراه باشین تا آنباکس این دستگاه جذاب و قشنگ رو با هم ببینیم. جعبه این جذاب دیدنی چی داریم؟ یک کارت وارانتی که نیازی بهش نداریم، دفترچه راهنما و دفترچه داریم. خب عجب دستگاه خوشگل و خوش رنگی داریم. یه دستگاه با یک تک دکمه چرخشی، یک دکمه آن و آف، یک دکمه لاک و آن لاکش برای قفل کردن دکمه. بعد از اون داخل جعبه‌مون ما یه جعبه اکسسوری داریم همراه یه اتمایزر زیر. داخل جعبه اکسسوری یه کابل شارژ با کیفیت، یک لوی یا همون دریپ تیپ با کیفیت، یک کویل سری پی گیگ ویو و برچسب‌های روی بدنه دستگاه که ما با اینا هیچ کدوم فعلا کاری نداریم. میریم برای خود دستگاه. این دستگاه اتمایزر با خروجی 510 رو ساپورت میکنه. شما باید براش یک باتری خارجی 18650 تهیه کنید که خیلی شارژ بهتری برای شما نگه میداره و مدت بیشتری میتونید استفاده کنید. این دستگاه با چرخش دکمه شما میتونید وات تا 77 وات خروجی از این دستگاه بگیرید. با قفل کردن دکمه کف دیگه دکمه عمل کار نمیکنه و میدونید که باید نگه داریم. خب بریم برای تست پر کردنش و کلید دستگاه. من از جوس تویست استفاده میکنم، طعم شراب سفید. خب بریم این دستگاه رو بهتر با هم بشناسیم. مثل بقیه دستگاه ها با 5 بار زدن دکمه فایر روشن میشه. بعد شما تا 77 وات میتونید خروجی این دستگاه رو تنظیم کنین با چرخش دکمه. بسته به نوع کویلی که میذارین، سری کویل تا 77 وات قابل تنظیمه. با 3 بار زدن دکمه فایر میریم داخل منو. حالتهای کامدهی دستگاه از حالت پاور، حالت فارنهایت، حالت بایپس و گزینه جالب انتخابی. شما میتونید تو این گزینه هر عددی رو برای یه نمونه انتخاب کنین. ثانیه اول دستگاه به شما روی مثلا 70 وات کام میده. ثانیه دوم میاره روی مثلا تنظیم میکنیم 40 یا 50 و توی 5 ثانیه که کام میگیرین کامو تنظیم میکنه. این باعث میشه که کویلتون سرد بشه و دیرتر بسوزه. گزینه بعدی نور دستگاه رو تنظیم میکنه، رنگ دستگاه، رنگ LED و تمهای جذاب. تمهای رنگی جذاب هم که گذاشته برامون و ریست. خیلی ممنونم از شما دوستان که تا اینجای کار با ما همراه بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو برای دوستاتون ارسال کنین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تو ویدیوهای بعدی با نکات فنی بیشتری میرسم خدمتتون.